اومدیم با یه آهنگ عجیب از عشق ابدی و ماجرای غریب. لایک کن و ساب هم بزن که قراره بخندیم تا خود سحر. حتما فرشاد توی دلش گل کاشته بود، ولی آخرش با این حس و حقش نبود. دل داده بود هی باز میداد و با عشقاش لایک میذاره زیاد. علی میگه خدایا مرسی رفیق مرا آفریدی برای تحلیل دقیقت. با باز میگه خالق مشلوقاتم کل خونه به هم ریخته از احتراماتم. میرسیم داد زد با صدای خسته سرابشون پاشو کم کن این بحانه ها زشته. سودا گفت بشین پاشو نکن هی، مگه من دست آمادگی جسمیم. این مهمون جدیده که اومده دکتر مثلا. نه بابا اینو همش نمایشه باور نکن اصلا. پیشمان اومده با لبخند و کت توسی، یه شست روانشناس با قیافه روسی. تناز با اخ ترانه برو کنار. ترانه گفت تو اول بگیر یه فشار. دعوای این دوتا رسیده به فضا. دکتر صدا زد که بیاره آبند اینا، اما نگار و صحرا با پچ پچ میکنن. پشت پرده نقشه های عشق میچینن، میخوان عشق ابدی رو بسازن با بازی که تش همه بمونه تو این مهمونی خیالی.